قطعه فلزی متحرک. برای اجرای این فعالیت ما و شما به یک عدد قطعه فلزی، یک دانه پوکانه و یک پارچه پشمی ضرورت داره. روش کار چه قسم است؟ من میگیرم یک قطعه فلزی را که از فلز آلومینیوم ساخته شده در روی میز به این شکل قرار میتونم در حالت ساکن. بعدش چیکار میکنم؟ پوکانه را دوباره چارجدار میسازم با استفاده از پارچه پشمی. زمانی که من پوکانه رو مالش میتونم این چارجدار میشه. اگر من پوکانه رو با قطعه فلزی نزدیک بسازم ببینیم چه اتفاق میفته. شما میبینید که با نزدیک ساختن پوکانه با قطعه فلزی به حرکت میآید. دلیلش چیست؟ زمانی که ما و شما پوکانه را چارجدار ساختیم، تعداد الکترون ها در سطح پوکانه بیشتر شد و با نزدیک ساختن پوکانه با قطعه فلزی، هسته های اتم قطعه فلزی که دارای چارج مثبت است و قبلا از لحاظ چارج برقی دارای تعادل بود، سبب از این میشه که الکترون های اضافی را از سطح پوکانه طرف خود جذب کنه و زمانی که من پوکانه را با قطعه فلزی نزدیک میسازم، یک قوه جذب برقی در اینجا ایجاد میشه و این سبب به حرکت آمدن یا در حرکت افتادن قطعه فلزی میشه و این میتونه یک فعالیت خوب برای نشان دادن قدرت برق ساکن و تولید برق ساکن باشه.